لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم همگیتون خوب هستین. خوبی شما آرزوی همیشگی من است. ولوگ امروزمون از همین راه سر میکنیم. من مکتب رفته بودم، کودک درس گرفتم و حاضر نصیب کرده باشه مغازین میرویم، یک دو چیز در کار همونا را میگیریم و بعدا خانه میرویم و تیاری به خوراک شام میبینیم. تماشابینان عزیز، حاضر چخله در روزا کالتا شدگی در تاریک میشه، ساعت اگانی 5 هوا را بینین تاریک. این روز کودک درسش بسیار کودک برای همین کمتر دیرتر برآمده درس کنترل نداشتن، چی داشتن نمیدونم، هم خیلی درس بوده. برای همون ساعت 5 ما کودک درس گرفتم. دیگر روزا 3-14 درس میبراین. هم خیلی پیاده رفت تست مغازین و اتوبوس قطعی میشه. با گفتیم خیلی هوای تازه ده، هم خیلی رویم کمتر پراگولکا کده سیلدین درون خانه ده آدم هم زیق میشه و وقتی با سری کودک میرم خیلی بیره نمیبینم، تک روز دراز دروی خانه دایم. بعد هم خیلی پیاده قطعی کودک رفت تست مکو نصیب بازی میدرویم مغازین چیزا را میگیریم و بعدا سنی خانه میرویم. ویدیو را تا آخرش تماشا کنین، دستگیری فراموش نکنین. ما در مغازین رسیدیم. منم خیلی کورکوشا گفتم کمتر نوار کنم، با شما را نشون دیم. تماشابینان عزیز، ما اساس سپاگیری اومدگی بودیم، گفتیم سپاگی گیریم. بعدن کورکا و پالتوش دیدم که فصل خوشرو معقول شد، بعد کمتر گفتم نوار کنم، با شما هم نشون دیم. دوستان عزیز، ولوگ تا آخرش تماشا کنین. کمتر هم خیلی ابزار مغازین میشه. بعدن که چیزی که خریدیم خانه در رفتیم، با شما را نشون میدیم. ما خانه در سوق سلامت اومده رستیم. خدا به شکر چیزایی که خرید کردیم اینه همینا هن. من همی سپاگی را بگیم ویبیرات کردم گرفتم، همینا معقولم شده. دورناش نمیخواد پش داره که خوشرو خیلی ویدش مده معقول شد، همینا گرفتم. بعد کورکا را تماشا کردیم که یک تا کورکاش در دخترم چقدر معقول شد. من همی کورکا را میگیرم، گفته پوشید تنش ده. بعدا همی کورکا را کودک دم گرفتیم. اگر نه مثال یک تا کورکا خریده بودیم شه با ایرا ویبیرات کرد. این همی بدک خرید امروزای ما مغازین اساس برای دیگه چی رفتگی بودیم و با کورکا هم خریدیم. آدم چخله مغازین میدروه دیگه چیز میخر میگه میدروه ایرا میبینی و هم میبینی بگیم دیگه چیزا را خرید میکنی. او چیزی که در خانه گفتی میرم همون را میگیرم و ایادت میبره میروه. در جا باشه دوستان عزیز، سر میکنیم خوراک شام. تیاری به خوراک شام در خام شوربا میشوه. هم محصولاتی که برای خوراک من در کار بود ما همش شستم تازه کردم، هم خمیدهشون کردیم. سر میکنیم تیار کردن خوراک. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You
Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Dushanbe Production. خوراکی ما تیار شد. تماشا بینانی عزیز، انا همه خیال آمد خام شوربای ما و ما اشتیای طعام کدام خورده است و یا هم اشتیای طعام. ولاگ امروزه را در اینجا به آخر میرسانیم. از همگیتون منت دارم برای دستگیری ها، برای سخنهای خوب. شما هستین که کانال ما پیش میره و دوستانی عزیز همش به دستگیری شما. رحمتی کلان از همگیتون منت دارم. خداوند بزرگ مهربان از همه شما راضی باشه. وقتی خودتون دریغ نداشته ولاگای ما را تماشا میکنین و دستگیری میکنین. مهمانانی که نو با کانال ما آمدن خوش آمدن. از همگی منت دارم. خیر در پناه خدا باشین مردم خوبی مسلمانی روی دنیا. تا ویدیوی آینده خداوند همگیتون نگهبان باشه.